بله. اینجا کجاست؟ اینجا پارک جهانپناه الانه، ولی در گذشته قبرستون بود. درست. من یادم نی مرده چال میام، ولی خیلی قبر اینجا بود. روش هم خیلی آتاشخال بود و آخرش هم یه یخچالی بود. بعد سال 40 به بعد اومدن اینجا رو پارک کنن. مردم مخالفت میکردن، اهالی دولاب گفتن اینجا قبر پدرای ما بوده، ما نمیذاریم، قبر گذشتگان ما بوده. خلاصه بعد زنگ زدن به رئیس کلانتری بود، گفتن آقا برو تکلیف اینجا معلوم کن. رئیس کلانتری هم چند تا آژان برداشت و با مامورا اومدن. دوره مردم جمع شدن، آقای رئیس ها نمیذاریم. گفت آقا رئیس کلانتری نگاه کردید روی قبرها همه آشغال واشغال ریخته، یه مش پشکل گوسفند ریخته. جمع کرد همه رو گرفت تو دستش. گفت آقا ما میخوام اینا رو جمع کنیم، رو قبر پدران شما گل بکنیم، مگه کار بدی میخوام کنیم؟ گفتن نه. گفت خود رو خراب کنیم. شروع کردن خراب کردن و اون کنارش هم یه زمین بود، استخر ساختن، بعد خراب شدونم زورخونه ساختن به نام زورخونه شهدای دولاب. شما هم الان هفته یکی دو شب میریم اونجا ورزش. دست درد نکنه.